تا حالا موتوری دیدی که باک بنزینش از کاپوت پراید پهن‌تر باشه؟ خوش اومدید به دنیای اغراق‌آمیزترین موتور تاریخ، سوزوکی بیکینگ GSX S 1300. این موتور نیست، این یه بدنسازیه که دارو مصرف کرده. داستانش چیه؟ مهندسای سوزوکی یه روز دوره هم جمع شدن و گفتن بیایید فلاپای سریع‌ترین موتور جهان هایابوسا رو بکنیم، فرمونش رو بیاریم بالا و یه جوری بسازیمش که وقتی گاز میدی باد راننده رو از جا بکنه. نتیجه شد این 184 اسب بخار قدرت روی یه موتور نیکد، شتاب 0 تا 100 زیر 3 ثانیه. یعنی قبل از اینکه پلک بزنی غیب شده. قیافش شبیه موتورهای معمولی نیست، سویچ روی باد، کیلومتر شمار فضایی و اون ورودیای هوایی روی شونه‌هاش، همه چی فریاد میزنه ژاپن. و اما شاهکار اصلی پشت موتوره. به این دوتا اگزوز نگاه کنید. خیلی‌ها میگن شبیه بلنگوه، خیلی‌ها میگن شبیه جت جنگنده است، ولی هر چی که هست باعث میشه وقتی تو خیابون رد میشی هیچ کس نتونه چشمشو از روت برداره. همین الان بفرست واسه رفیق موتوربازت که بدونه بیکینگ خیلی خاصه.